وزیر امور خارجه کشورمان در صدر هیئتی عالی رتبه در ادامه سفرهای آسیایی خود وارد فرودگاه نورخان اسلام آباد شد. آقای ظریف در بدو ورود به اسلام آباد در گفتگو با خبرنگاران ایجاد ارتباط قوی با همسایگان را به عنوان اولویت اصلی سیاست خارجی کشورمان یاد کرد و گفت در شرایط کنونی که منطقه ما شرایط بسیار دشواری رو می‌گذرونه و اقدامات خطرناکی در منطقه ما داره شکل میگیره، نیاز هست که مشورت‌ها با همه همسایگان شکل بگیره. این تحریم‌ها در واقع نظم بین المللی رو نشانه گرفته و در صورتی که با اون مقابله نشه جامعه بین المللی رو گرفتار خواهد کرد. وزیر امور خارجه کشورمان قرار است علاوه بر همتای خود با عمران خان نخست وزیر، ژنرال باجوا فرمانده ارتش و نیز اسد قیصر رئیس مجلس ملی پاکستان دیدار و گفتگو کند.